سلام دوستان، با من همراه باشیم با افراطی ترین فرقه یهودی‌ها که حریدی ها نامیده میشن. حریدی ها که بنیانگذار شاخه یهودیت ارتدوکس هستند، جمعیتشون بالغ بر 15 میلیون نفره و حدود 11% جمعیت اسرائیل رو حریدی ها تشکیل میدن. گفته میشه 9000 نفر این حریدی ها تو ایران هستن. در محله های دینداران افراطی یهودی ها در اسرائیل قبل از ورود به خانه جعبه چسبیده به ستون سمت راست در ورودی است که این جعبه مزوزا نامیده میشه که شامل توماری از پوست حیوان حلال گوشته که فراسای از تورات همچنین به نام خداوند با مرکب مخصوص بر روی آن نوشته شده. هر یهودی مؤمنی هنگام خروج و ورود با انگشتاش مزوزا را لمس میکنه و سپس میبوسه. یهودیان قبل از اسباب کشی به خانه جدید اون رو با آب مقدس و طبق سنت‌های یهودی کاملا شستشو میکنن و این عمل برای پاک کردن خانه از گناهان و اعمال اشتباه صاحبان قبلی اون انجام میشه. در خوردن غذاها ممنوعیت‌هایی برای یهودیان وجود داره و در سفره یهودیان نمیتوانید گوشت خوک و حیواناتی که سم ندارن و یا نشخوار کننده نیستن رو ببینید و غذاهای دریایی مثل خوردن خرچنگ و صدف اکیداً ممنوعه. و غذاهای مجاز برای یهودیان غذاهای کوشر گفته میشه. اگه در سفره گوشت گوسفند یا گاو وجود داشته باشه، دیگه حق خوردن ماست که از شیر همون حیوان تهیه شده است رو ندارید. مصرف محصولات گوشتی و لبنی در کنار هم اکیداً ممنوعه. یهودیان دعایی دارن که مانند اذان باره بلندی خوانده میشه و به آن بارچو گفته میشه. جالب که بدونید برخورد پای خوک به خاک بیت المقدس و اطراف آن سرزمین که مقدس محسوب میشه اکیداً ممنوعه، اما با وجود این چندین مکان پرورش خوک در بیت المقدس وجود داره که نکته جالب اینجاست که هرگز پای خوک ها به زمین برخورد نمیکنه، چون تمام سالن‌های مزارع با ارتفاع از زمین ساخته شده که بعد از پرورش و ذبح گوشت این حیونا به آمریکا و اروپا صادر میشن. به اعتقاد یهودیان ایدئال ترین روز برای آمیزش جنسی که برای تقویت عشق و وفاداری خانواده بسیار ضروریه، مقدس‌ترین روز هفته شنبه است. به همین دلیل اگه شنبه شب به مهمانی یک خانواده یهودی دیندار رفتین، ممکن است شما را قبول نکنند. یهودیان مذهبی مجرد در این روز که تعطیل رسمی محسوب میشه، از انجام کارهای مرتبط به شغل دست کشیده و تمام به استراحت و عبادت میگذرونند. یهودیان در این روز به جز موارد شدیداً ضروری سوار اتومبیل نمیشن و هرگز دست به پول نمیزنن. هر فرد بالای 18 سال در اسرائیل قبل از شروع دانشگاه مجبور به گذراندن دوره اجباری سربازیه. زنان 2 سال و مردان 3 سال. در حالی که حتی زنان در اسرائیل مجبور به گذراندن خدمت سربازی هستند، حریدی ها در زیر بام وقف زندگی خود برای دین و تورات از انجام آن معافند. همچنین داشتن شغل ممکنه باعث اختلال در عبادت آنها بشه و به همین دلیل شغلی هم ندارند و کل روز خود را به عبادت و خواندن تورات مشغولند و از این رو تمام هزینه‌های زندگیشون توسط دولت تامین میشه. دوستان، لایک و سابسکرایب یادتون نره. آنها تقریبا هیچ آموزشی در زمینه علم و فناوری ندارن و تماما فاقد مهارت و دانش‌هایی هستند که میتونن در طول زندگی روزمره مورد استفاده قرار بگیره. نظر پوششی مردان حریدی کت-شلوار سیاه رنگ و کلاه لبه‌دار میذارن، چون عبادت مردان یهودی با سر برهنه جایز نیست. آنها در هنگام عبادت از کلاهی به نام کیپا استفاده میکنن، چون در تورات گفته شده نباید موی اطراف سر و خط ریش کوتاه شود. حریدی ها مدل موی به نام پرات در اطراف سر خود رها میکنند. و اما پوشش زنان، آنها چادرهای سیاه پوشیده و تماما خود را میپوشانند و تقریبا تا زمان پایان قدرت باروری خود موظف به بچه دار شدن هستند. در پسران در همان کودکی قسمت بالای سر تراشیده و اطراف آن موهای بلند همان پرات گذاشته می شود. اکثر کودکان اسرائیلی در همان سنین کودکی طبق برنامه رسمی درسی کشور در معرض ایدئولوژی رادیکال قرار می گیرند و در محیطی از نظر روانشناسی ناسالم پرورش می یابند. یهودیان افراطی ارتدوکس بر این باورند که هر کسی از دین آنها نیز حق زندگی کردن را ندارد و این نگرش را از متن تورات دارند. در آن روز خداوند با ابراهیم عهدی بست و این گونه فرمود: سرزمین‌های وسیع مصر تا رود فرات را به نسل و نواده‌های تو اهدا خواهم کرد. شما فرزندان خدا هستید و قومتان مقدس است
و خداوند قوم تو را به عنوان یک قوم مقدس برای خود انتخاب کرده و تمام اقوامی که خداوند آنها را تصمیم تو کرده نابود خواهی کرد و با آنها رحم نکن. و البته که این فقط باور حریدیاست. تلویزیون و اینترنت در زندگی اونها جایی نداره. برخی از شرکت‌های چینی برای استفاده حریدی‌ها تلفن‌های مخصوصی با تکنولوژی محدود ساخته و به بازار اسرائیل عرضه کرده. یکی از مهمترین روزهای یهودیان یوم کیپور نام داره که در این روز که به روز توبه معروفه، یهودیان 25 ساعت روزه گرفته و تمام روز را به عبادت می‌پردازند. یهودیان در این روز گناهان خود را به یک مرغ منتقل کرده و در پایان آن روز مرغ را قربانی می‌کنند. در دین یهودیت موقعی که نوزاد پسر 8 روزه شد، اولین مراسم سنتی آنها یعنی ختنه کردن انجام میشه. همچنین در این مراسم یک قطره شراب در دهان نوزاد میریزند. یهودیان وقتی عزا دارن، هنگامی که از تشییع جنازه برمیگردن تا یک هفته حموم نمیرن و ریش خودشون رو نمیزنن. اگر دختر و پسر یهودی قصد ازدواج داشته باشند، در طول یک هفته قبل عروسی همدیگر را نباید ببینن. رسمی وجود دارد که عروس و داماد روز قبل عروسی رو روزه بگیرن. و نکته دیگر این که ازدواج رسمی وجود نداره و تنها شکل ازدواج عقد مذهبیه. حریدی‌ها خانواده‌های بسیار منسجم و روابط خانوادگی صمیمانه‌ای دارند و تعداد فرزندان در خانواده‌های این فرقه بسیار مشهوده. دختران اعضای این فرقه مجبور به ازدواج زود هنگام هستند، اما خاخام یوریل گلدمن که رهبران این فرقه است میگه به تمام نزدیکانمان میگوییم اگر رضایت 100% ندارند از ما جدا شوند. دختران نیز به خواست و انتخاب خودشان در این سنین ازدواج میکنند و هیچ اجباری در کار نیست. هیچ دختری بیش از 16 سالگی ازدواج نمی‌کند و کاملا قانونی انجام می‌شود. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. دوستان شاد باشید.